تو فکرم بود. و اینم بهتون بگم و اون چند ساعت اول که ایران واکنشی نشون نمیداد من واقعا دیوونه شده بودم. همه دیوونه شده بودیم. داشتم نقشه رو چک میکردم که کجا با اسرائیل مرز زمینی داره. دیدم مثلا سوریه و اینا. بری؟ واقعا میخواستم برم. یعنی زنگ زده بودم به رفیقام فلانی میاد همچین کاری بکنیم. اونا مثلا یه سریشون گفتن واقعا میخواستم همچین کاری رو بکنم. اونا اینا که جواب نمیدن. میگم منم که وسط بودم میگفتم نه این وریا نه ولشون کن، من خودم باید چیز کنم دیگه. پوشید بریم اصلا دست خالی هر جوری که هست بالاخره یه کاری میکنیم. چقدر من دلم میخواد الان مثلا اینترنشنال اینو ببینه که جوون ایرانی اینه، نتانیاهو اینو ببینه جوون ایرانی اینه. حتی زمینی میخواسته که بیاد سمت اسرائیل. خب بعد که ایران شروع کرد و یه نفس راحتی من کشیدم و